الله مهربان به جبرائیل امین علیه السلام میفرمایند بعد از آنی که دوزخی ها داخل دوزخ و جنتی ها داخل جنت هستند، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جا استراحت دارند که 12,000 تا دروازه دارند، با تمام کسانی که داخل جنت هستند نشستگی‌اند. میگه الله مهربان رحمت خدا را نشان میده، مهربانی خدا را ما ببینیم. الله مهربان به جبرائیل امین علیه السلام میفرماید جبرائیل یک بار دوزخ رفته از حال امت حبیب من خبر بگیر که در چه حالند. خداوند میداند که در چه حالند، ولی جبرائیل امین علیه السلام میفرستند. حکمت میبینیم. حضرت جبرائیل امین علیه السلام میگه از همه بالاترین طبقه دوزخ در امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. کسایی که گناه کبیره میکنن از دنیا به توبه میروند، توبه نکرده خداوند جانشون میگیره. خداوند به هر یکی ما و شما توبه نصوحا را نصیب بگردانه. وقتی که امت جبرائیل امین علیه السلام میبینن دیگه فیغان میکنن، گریه میکنن، ناله میکنن، داد میزنن. تو چی هستی، کی هستی که اینقدر صورت زیبا داری؟ میگه من جبرائیل هستم. میگن همون جبرائیله که با محمد صلی الله علیه و سلم وحی می آوردی؟ میگه آری ما همو هستم. میگه رسول الله از حال ما آگاه هست؟ میگه نه آگاه نیست، من خداوند فرستاد که از حال شما با خبر باشم. میگه برو به رسول الله صلی الله علیه و سلم حال ما را بیان بک، بگو که امتی روسیاهد تمام جاشون دوزخ سوخته. بجوش میگه بجوز همون پیشانی هاشون که جای سجده هست. بگو که تمام چهره هاشون دوزخ سوزانده، سیاه کرده است. بداد ما برسه. جبرائیل امین علیه السلام نزد الله می بیا، بیان میکنه واقعه را. الله میفرماید برو به حبیب من بگو که امتش در همه حالت. میگه رسول الله در حال استراحت بودم، جبرائیل امین میبیا و بیان میکنه که یا رسول الله سلام امتی دوزخی های شما را آوردم. امت های شما که در دوزخ نیستش سلام همه را آوردم. و امت شما فرمودن که برو با محمد صلی الله علیه و سلم بگو که دوزخ چهره های ما را سیاه کرده است، ما در عذاب سخت هستیم، به داد ما برسن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میگه این سخن میشنون در جنت گریه کنان میبره، به عرش خدا میره، به تای عرش خدا میره. چنان خداوند ستایش میکنه که خدا راضی میشه، میگه برو هر کی را میخواهی از دوزخ آزاد بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم ملائکه ها وقتی که طرف دوزخ میبیارن برای امتهای عاصی را آزاد کردن، ملائکه های دوزخ وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینن از حیبتش میگریزن. مالک میگه کجا میری؟ میگه ما جرأت نداریم که رو پروی محمد رسول الله امت شب بسوزانیم، عذاب بتیم. میگه نزدیک میشه دوزخ میبینه، دوزخ از حیبت رسول الله فرار میکنه. بشناسیم ما قدر منظرت شخصیت بزرگواره. دوزخ از رسول الله فرار میکنه. مالک میگه وایس کجا میروی؟ میگه محمد صلی الله علیه و سلم میبیا، من طاقتش ندارم.
رسول الله میبیاد دوزخ تا نگاه میکنه، همه رسول الله هم میبینن، فیغان میزنن، میگه ای دوزخ، کسی که در داخل تو چین یک دانی گندم ایمان داره برار. میبرارن تا چینی نیم دانی گندم میروه. کسی چینی نیم دانی گندم ایمان داشت، میگه او را براره و باقی در دوزخ میمونن. خداوند مهربان ما و شما را از همون گروهی کرده باشه که به توبه از دنیا بمیریم و با همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل جنت بدراییم. این دنیا اوقا دنیا نیست، این دنیا اوقا دنیا نیست که دل بندیم و راحت بگیم و کیف صفا فقط بگیم. یک روز مرگ همه راحت های ما رو میشکنه.